ایران سال 1405، اما نه اونجوری که تو فکر میکنی. نه دلار، نه تحریم، نه ناامیدی. یه چیز عجیب اتفاق افتاده بود. تاریخ مسیرش رو عوض کرده بود. حکومت دوباره به دست هخامنشی‌ها افتاده بود. نه با جنگ، با آگاهی. آدما یاد گرفته بودن مثل کوروش فکر کنن. با احترام، با شهامت، با هدف. دیگه کسی دنبال فرار نبود. همه دنبال ساختن بودن. همه میدونستن اگه ایران قرار پیشرفت کنه، باید اول خودشونو بسازن. ولی این فقط یه خواب بود. یا شاید یه تلنگر. شاید ما هنوزم میتونیم اون ایرانو بسازیم. فقط کافیه از خودمون شروع کنیم. کوروش از دل تاریخ صدا میزنه. بلند شو! وقتشه!